نغمه با آریانا سعید عادت دارد و افشای حقایق تازه رقابت نغمه با آریانا سعید، جنگ تیک تاکی نغمه با آریانا و جواب عجیب و باور نکردنی آریانا سعید برای بانو نغمه. آریانا سعید چی رقابت با نغمه دارد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدا، صدای انجر طلایی، یکی از هنرمندان بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان بوده است که تمامی هنرمندان افغان و تاجیکی با آریانا سعید در رقابت هنری است. جدیداً تصاویر بانو نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که با خانم آریانا سعید در رقابت هنری است. نغمه بیان کرده است تاکنون هیچ هنرمندی در افغانستان وجود ندارد که سطح هنریش از من بالاتر باشد، ولی بارها آریانا سعید بیان کرده است من استعداد هنریم خارق‌العاده بوده است. بانو نغمه در کشور امریکا زندگی می کند و از سن نوجوانیش به کارهای هنری پرداخته است و از جمله خانمان هنرمند موفق در هنر موسیقی افغانستان بوده است. نغمه جدیداً در صفحات مجازیش آریانا سعید را توهین کرده است. این همه در حال است که آریانا سعید در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع با بانو نغمه آهنگ دوگانه اجرا کرد و رابطه خیلی خوبی این دو با هم داشتند، ولی هنرمند خودش میداند تصمیمات هنری و رقابت‌هایش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان نهایت عزیز کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و نغمه به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.